Feride. مرا نشناختی؟ قریب که به خاطر آوردم اما به خاطر نآوردنت ممکن است، زیرا یک مرتبه به خونه‌تان آمده بودیم و از نزدیک در ما رو راندند. تو من فرخنده، همسری یشر. فرخنده؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ من مکتوبی که تو رو به اینجا آورد من نوشته بودم فریده. چی؟ چیزهای نهان است که تو نمیدانی. این رو فهمیدن مشکل است، اما حالا وقتی اومده است که باید تو بفهمی فریده. آیا در قبرستانی بی آدم دعا کردنم را تو نوشته بودی؟ با من بیا. دروغ نگوی یاسمن، دروغ نگوی. در راه ماندم گفتی، باز میگویی که این شخص رفیقم است. با من راستش را بگوی یاسمن، راستش را گوی. پدر باید با شما گپ زنم. یاسمن؟ پسره که با او واخوردم با شما وعده داده بودم که شناستون میکنم، اما مرا ترک کرد. وقتی که با او گفتم که پدرم میخواهد با تو شناس شود از من جدا شد. یک ذره هم حیران نشدم دخترم. در زندگی این رو فهمیدم که در تمام این موضوعهای مخفی علامتهای ناخوش وجود دارد. گمان میکنی که پنهان شدم، اما تخمین میکردم که عاقبت این کار تا به جایی میرسد که در یک لحظه همه را به خاک یکسان میکند. اکنون فهمیدی که چرا شما را اینقدر زیر فشار قرار میدادم. پدر جان عذر میخواهم، در نزد شما شرمنده شدم، با وعده‌ام وفا نکردم. غمگین نشو دخترم. به هر حال از راه بد زیان ندیده برگشتی. تو خواستی به کسی باور کنی، اما او لایق تو نبوده است. برای یک نابکار گریه کردن ارزنده نیست. با کاری من خشمگین نشدید پدر؟ شدم، اما اگر گریه کردن را دوام دهی بسیارتر خشمگین میشوم. نشه. آبای پدر جان. آن دادستان کیست؟ نام و نسبش را میدانی؟ مرا گوش کن. کودکان را با خودت گرفته در حال برا. باید جزای یک بی‌شرف را دهیم. جیرین من مرده است. 9 ساله شده بود. زیباترین دختر دنیا بود. اما ما با یشر قرار دادیم که جدا میشویم. بعد کودک را آنها خواستند از من بگیرن. وقتی که ما جنجال میکردیم جیرین از بالای بام افتید. دخترم بود. چی ها میگویی؟ تو چی کار کردی؟ سالهای دراز جیرینم رو از من پنهان کردی. همیخی فریده، من یگان کار نکردم. همه کارو خانم نباید انجام داد. من از یگان چی خبر ندارم. قسم میخورم که بی خبر بودم.
فریده گریخته میگردی حالا تو به خانه برگرد حالت رو میبینی چرا این کارو کردی مادر؟ چرا؟ من سوهای درست در حسرت جرینم بودم. فریده وقتی که جرینو به دستی من داده بودن آخر دیر شده بود دیگر روی بازگشت نداشت. من سالهای دراز در حسرت فرزند میسوختم خاموش ایستادم جرین رو دوست داشتم مثل دختری اصلیم با اون مادر شده بودم. آیا بیشتر نداره این کارو کردن از زبط نداشت. با من گفته بودن که جری مرده است. مرا ببخش فریده ببخش. یگانه گناه من این خاموش ایستادنم بود. همه کار رو خانم نباید کرد. حالا من به چهره او چی طور نگاه کنم؟ چه خیلی در آن خانه زندگی کنم؟ به شوهرت فهمون همه‌اش رو فهمون از آن خانه برآمده روی. مرا باور نمی کنم. یگان کس باور نمی کند. مادرم باز دروغ‌های بسیار میگوید. خودشان را بیگناه میگیرد. حتی پدرم هم. بس چی کار میکنی؟ تو با من میروی. چی؟ تو همراهی من میروی. با تمومی خانوادم، با پدرم، با شرف امیر، با همه‌شو میفهمونی. این کارو کردن نمیتوانم. چه نمیتوانی؟ نمیتوانم فریده. خانم نباید مرا تهدید کرد. گفت که گناه رو به سر تو میزنم و تو رو به محبس میکشم. اگر همراهی من نروی خودم تو رو به محبس میکشم. فهمیدی؟ به شعبه پلیس میبرم. چی گپ است؟ چی کار میکنی برادر؟ چرا راه رو بسته ای؟ یگون گپ داری؟ خودش چی گپ؟ شما کیستید؟ آیا شما میدانید که من کی هستم ها؟ میدانیم دادستان. برخیز چی گپ؟ آقای دادستان. امیر برخیزید. خوب هستید؟ انتظار منت داری نباش. فریده منو سرده. با من میروی. نمیروم. فرخنده نترس. شکایت نمی کنم. بین هم دخترم زیر خاک خوابیده است. هر کاری که کنم ما رو برگردوندن نمیتوانم. این خیلی کی باشد از من چی میخوای فریده؟ میخواهم که همه چیز رو به اهلی خانه‌دانم فهمونی. گوش کن نباشد به پلیس مراجعت میکنم. مایلش با من یک روز مولده. من قوتی ندارم که با خانم نباید سر به سر شوم. برای به آلمان رفتنم تیاری میبینم. پیش از رفتنم وعده میدهم که به خانه اتون رفته همه‌اش رو میفهمونم. مایلش وای همون هم دارد. بله عیناً مثل خانه حقیقی شد. این چی است؟ این را بابایت ساختن جرین. بچه هم اومدن. آجا جو نکنی من. آجا جان میستنم. بخشش دخترکم حاضر میخواهم. بچه چی شد؟ آیا گیره کرده؟ با خدا که نفهمیدم کلین این خانه من هستم یا این که تو؟ خودش چی گفت؟ چی این خیلی به من نگاه میکنی؟
کنی جنکی چش لباسایت رو عوض کن امینه رو با خودت ببر باش. آیا لطف کرده اگه جواب نمیدی کرین خانم؟ شام بخیر. خوش آمدی خوش آمدی خوش آمد پسر. مرا گوش کن فریده. چی گپ خودشه؟ خودش چی گپ هستن؟ هیچ گپ نی گمانم صدای در بود. ها به فکرم. کنی رفته بین دخترم. من نبینم. تو منتظری کسی هستی؟ منتظری کی باشه؟ نمیدونم. شاید دوست داشتت رو انتظار هستی. آمک یاشار. چی شد پسرم؟ خوده که جین رو دیده باشی یک با افتاد نگاه کن. کی آمد پسرم؟ آمک یاشار در زمین خوابیده است. در زمین خوابیده است. همینش نمیرسه. اخلا بعد از خوراکوری می آمد. پسرم یاشار با تو چی شد پسرم؟ چی شد که؟ امیر یاریده امیر با خونه دار. احتیاط کنید خیزاده که؟ با او چی شده است؟ پسرم چرا این خیلی نگاه داری؟ کنی بردارید. آهسته آن همین کنی بردارید. خیزاده که؟ آهسته آن همین آهسته با خونه احتیاط آهسته حاضر آهسته انا بشین آن همین بشین خوابونید. آجا جان با چی شده است؟ شهرو پسرم او را با این حالش در پسی در نمیگذارم آقای خیریدی. آیا من یکان گپ گفتم؟ یاشار بیبی با آمکم چی شده است؟ نمیدونم پسرم نمیدونم. یک کاسه آب و یک لاته بیارد فریده در کجایی من فریده؟ میارم. پسرم با تو چی شد آخیر؟ با او چی شده باشد؟ کاری که ما کرده نتوانستیم دیگران کردن. شرف انا مادر بده. مادر همینجا هستم یاشار جان. من در نزد هستم جانیوچ. آمک جان شما رو زدن. چه زدن؟ این چه خیلی گپ است پسرم؟ آیا نمیبینی که جونی امک در اومده ایستاده است؟ یاسین پسرم اینجا بیا خدا میداند به کدام بالا افتاده است. آقای خیردین آخر دهانو بینی پسرت خونشار شده است و تو باشی تا حال او را پست میزنی. خیر شد گپ تمام. نامردی کردند 20 نفر بودند. راست گفتی. بچه ها اینجا بیایید. اوچا من آمکم را نگاه میکنه. یاسین بکی گفته ایستادن. را ببینید کنی رویم باشه. مادر آیسته‌تر. درد میکند پسرم. آجا آخر خواب ندارم. بله من هم خواب ندارم اوچا. بچه ها کنی در اینجا شینید گذارید. چی شد آجا؟ امینه یاسین یکون روز اگر از این خونه رفتنی شویم با کجا میرویم اوچا؟ نمیدونم. اگر رفتنی شویم همراهی من میروید؟ آجا آیا یکم کاری بد شد؟ اوچا جان نه جانکی چش زیغ نشو دخترم هرگز زیغ نشو. یکون چیزی بدی نیست. پس چرا میرویم اوچا؟
بعضا کارهای می شود که ما نمی خواهیم و مجبور می شویم که برویم زیرا که دیگر چاره‌ای نداریم. آیا دادام شما رو غمگین کرد؟ نه پسرم، پدرت هیچ چیز نگفته است. پس چرا میرویم؟ حالا به شما فهمانده نمی توانم، لکن وقتی که کلان شدید بعد مرا می فهمید. باور کنید دیگر چاره‌ای نداریم. حالا که نگویید اگر من روم همراه من می روید؟ بله. جان کنی اوچه، جان کنی من. خدایا با من صبر بده. خیر، به همه شب خوش. شب خوش. ما هم رفته خوب میروم. این باید پوچه ماهی خورد. چه خیل پوچه ماهی؟ اگر پوچه ماهی خورد زود نقص می شود. من هم رفته خوب میروم. خدا حافظ کن. خدا حافظ آقای خیریدی. شبی خوش پدر جان. ای خدا، نخواد که پدرم اینقدر سنگدل شده باشد مادر جان. شکر کن که تو رو پیش نکرده است. اوف مادر، اوف. تو رو در کجا لطو کردن پسرم؟ نپرس مادر. به نزد فرخنده رفتم، خواستم که یک نیکی کنم. بعد ناگهان کش آمد. مرا گوش نکردند. برآمده رفتم و بعد مرا تعقیب کردند. پسرم، برادری فرخنده تو رو به این حال آورد. نه جانکم، یک به یک آنها را خورده میپرتافتم، لیکن 4 نفر بودند. دختر جونی ما، جرینی ما. بس کن گریه را فرخنده، بس کن. خواهرم آخر حیات دوام دارد. اکا تو تمامی هستی و نیستی من بود. آخر و امانتم بود. دخترم رو سایبی کردن نتوانستم. خیر مرده رفت، دیگر چاره نیست. حالا از آنی خاک شده است. پگاه به سفر میبرایم. چیپته ها رو گرفتی؟ بله. پیش از رفتن باید به یک جا رویم. به کجا میروی؟ به خونه شهر. چی؟ باز در خونه آنها چی کار داری؟ اکا به فریده وعده داده بودم که پیش از رفتنم تمامی حادثه رو آماده تو نکنم. دیوانه شدی مگر؟ همه آینه آنها دیوانه هستند. آن زن قیامت را به سرت میآورد. پلیس، عسکرها، چیزی که باشد همه را به پا میخیزانند. یگون کار کرده نمیتوانند. تا آنها دعوا میکنند که ما الکی در آلمان میشویم. نه نمیشود. پدرم مرا روان کرد که تو را گرفته بیارم. حالا باشد به سرمان بلا نیاور. پگاه راست به آلمان میرویم. این موضوع خاتمه یافت. اکنون این را فراموش نکن، فهمیدی؟ شب خوش. دختر، هم خودت رو عذاب میدی هم او رو. لباسات رو جمع و گیر کن. نمیکنم. فریده، امروز به تو چی شده است؟ به سری مزار رفته آمدی، تماما دیگر شدی. تمامی روز در اونجا چی کار کردی؟ خودش چی گپ است دخترم؟
اویدی جرین یگون چیز رو میدونید؟ به شما میگویم اویدی جرین یگون چیز رو میدونید؟ فریده خوب هستی؟ من سوال دادم. تو رو به دیوانه خونه میخوبم. بس است. از حدی بد گذراندی تو. اویا چی گفتنت رو خودت فهمیدی؟ رفته کمی خواب کن به خود بیا. زودتر شفر خونه زودتر. فریده کورتای سفیدم رو نیافتم در کجاست؟ شرف یک دقیقه با تو گپی دارم. کورتام رو پرسیدم. درزمال کرده اویزون کردم شرف. کنی؟ شرف میگویم. چی میگویی فریده چی؟ میگویم از این خونه کوچ بندیم. چی؟ در این خونه زندگی کردن نمیتونم. ها با کجا میخوایی بکوچی عزیزکم ها؟ با امریکا یا آلمان؟ شرف من جدی میگویم. من هم جدی هستم. گوش کن فریده به این هم بار این خانه برداشت من است. وقتی که ما دویم خانه گیریم تو روزانه کار میکنی، من باشم استراحت میکنم، شبا نباشد مای میفروشه. مالش من راضی هستم اما زودتر از این خونه رویم. دیوانگی نکن فریده. با کجا میرویم؟ چی خیل میرویم؟ فکر میکنی که خانه گرفتن آسان است؟ شرف چیزهایی رو میدونم که تو آگاه نیستی. چی بوده است که نمیدونم؟ حالا وقتش نیست. فهمونده نمیتونم. خودش چی گپ؟ تو چی از غیب یگون صدای میشنوی؟ خوب هستی؟ منه کورتت رو گیر. فکر کوچیدن رو از سرت دور کن. امک جان اینقدر شما رو سخت زدن. پسرم تو چیا میگویی؟ امک جان شما رو زیاد لطوکوب کردن. یک به احوالتو نگاه کنید. آخر اگر تو آنها رو میدیدی؟ آیا شما هم آنها رو زدید؟ البته. تو چی فکر کردی؟ امک جان پس به شما چی شد؟ گپ زنه؟ میخوای نقل کنم؟ بله. خوب مایلش گوش کنید. شب تاریک بود. در کوچه راه میگشتم. اول عکاسی سگ‌ها رو شنیدم. بعد از طرف چپ و راست کوچه 2 نفر پیدا شدند. به سوی من آمدند. آنها مثل پهلوان بودند. 2 متری درازی داشتند. باور کردی؟ آدمی طرف راست 1 مشت خورد. آدمی طرف چپ هم 1 مشت زده افتاندند. بعد چی؟ بعد وقتی که 2 نفر رو به زمین خواباندم و رفتنی بودم که 5 نفر دیگر پیش راه هم رو گرفتند. میدونی چی خیل بودند؟ مثل برزگاه بودند. البته جانکم. بعد من زدن رو سر کردم. از رویم پریده 2 نفر رو زده به زمین خوابوندم. 1 بار دیگر از رویم پریده باز 2 نفر دیگر رو خوابوندم. بعد از لطوکوب کردن آنها افتیدید؟ چه خیلی افتیدن شیرکم. دیدم که 10 نفر دیگر به سوی من حمله کردن. باور میکنی؟ چنان آدمانی کلانی بودن که قدشون 3.5 متری بود. یاسین با امکت گپ زن که وحی رو کمتر کند. خیلی مایلش جانکم 2.5 متری بود. آدم که بیشرم شده است هرچی گفتن ای بس از خیلی خندیدید. بس از آمینه یاسین اینجا بیایید. ایو چه؟ بیایید گفتم. خدایا پسرت تا حال در اینجاست. صبح بخیر آقای خیردین.
وای کار میرود کی؟ باز کی شود یشان تا حال صحت نشده است که در آز کشیده است بچه بیچاره چه خیل زد آقای خیردین آخر ندیدی که وقتی آمدنش در چه حال بود آهسته آهسته صحت شده ایستاده خاطری او رو بسیار میبینی او رو مثل کودک ارکه کرده ای کی رو ارکه کرده مرده گویا که فرزندی تو نیست پسرم بسیار درد میکند مادری خشروی کن همه جایم درد میکند تو رفت چشمت کبود شده ایستاده است یک دارو دیهم دستانشون شکنه خدایا با من صبر بده خیر من میروم نانشته ناکرده میروی؟ بله کارم بسیار است در امان خدا باشید تو هم پسرم فراموش کردم نشه نشه چی شده پا چی گپ است گردنبندم رو ندیدی؟ کدام گردنبند رو گردنبندی که از مادرم خاطره بود 2 ساعت است که اون رو میکوبم نه من ندیدم خدایا گم نشود خوب با فکرم که در یگان جای فراموش کردم ایستا اپا جان آرام شو یک فکر کنیم دیروز در گردنت بود؟ بله ماشین رو دیدم در ماشین نبود در کجا گمش کرده باشی؟ با کجا رفتی خوب فکر کن شاید در ماشین کمیسر امیر دیده باشد کمیسر؟ شخصی که دیروز تو رو به خونه آورده بود همان کس؟ بله نشی جان همون کس ای اپا از تیرزه دیدم بسیار هم مردی خوشروی بوده است با خیر است یا اینکه حالا هم تیمور رو دوست میداری ها؟ سفسطگویی نکن در راه مونده بودم اون رو به خونه آورد خوبی کرد ندانسته گپ نزن یگون گپ نگفتم در حال غضبناک نشو مادامی که در ماشین آن کس باشد زنگش بزن گفتم که شاید افتیده باشد انیق نمیدونم علاوه بر این رقم تلفنش رو نمیدونم خیر میلش امانت را تسلیم کردی؟ آقا نی در کجایی؟ آقا در کوچه کمتر پس میرسم میلش کنی پسرم یگان چیز خسته خور آهسته آهسته خودت خورده میتوانی پسرم آخر مادر جان از دست شما خوردن میخوام خودش دست و پا دارد بچه کلان شده است با سر دسترخوان شین دخترم یک چوریز آقای فردین آخر با او نگاه کنید چقدر کبر و غرور میکند آخر او هم انسان است شاید احوالش خوب نباشد او را زیر فشار نیار چی بوده است؟ این را به شما فرستادم پدر
کی بود؟ نمیدونم آقای خیریدین گفت و رفت. انشالله که با خیر است. پسرم اگر خوردنت رو تمام کرده باشی خیز به مکتب دیر میکنی. آمینه چرا نمیرود؟ دکتر به او اجازت نامه داده است. او چرا رفتن نمیخواهم، من با همه که یشر می نشینم. زودتر باش میگویم یاسین. آقای خیردل در آنجا چی نوشته شده است؟ چه گپ شد آقای خیریدی؟ فریده شخصی که لفافه رو داد چه آدم بود؟ نمیدونم. یک مرد تقریبا 35 ساله بود. کی آورده است؟ غالب. خیر من میروم. خیر میلش. ها در نهایت خصلت کبر و غرور را هم پیدا کردی. ای خدا. در مکتوب چی نوشته شده است آقای خیریدی؟ مرا ببخش. این را برای چی روان کرده باشده؟ چرا این کار را کرده غالب؟ چرا با من تهمت زدی؟ چرا چندین سال حیاتم را سوزاندی؟ چرا مرا از کارم برکنار کردی؟ چرا غالب؟ چرا؟ از من چی میخواستی؟ همه کارها تخت شد؟ بسیار خوب.
خیریدین این عذاب وجدان حالم را خراب کرده است. حتما به خانه تشریف میارم. آمده همه چیز را به تو میفهمانم. امروز نه، یکان روزی دیگر حتما. الو؟ خانم یاسمان؟ بله. من کمیسر امیر از امنیت. آقای امیر سلام. وای برای یک چیز به شما زنگ زدم. گردنبندتون رو در ماشین فراموش کردم. خدا را شکر. برای من قدر و قیمتی زیادی دارد. ترسیدم که گمش میکنم. خواطر نشوید، در دستی من است. اگر شما زید نباشید من رفتم آن را گیرم. البته آماده میتوانید. من در امنیت هستم. معلش تشکر زیاد. سلامت باشید. لابای فرخنده من فریده؟ کی می آیی؟ فریده من تو اومدنی تو در این خونه خاموشی ساده نمیتوانم. طاقت دیگر ندارم. کی می آیی؟ شب به آلمان میرویم. پیش از رفتنم میآیم. بسیار خوب انتظارت میشوم. اگر نه آیی دستم در گریبانت میشود. بدون که دو دستی من در گریبانت خواهد بود. معلش فریده، حالا باید تلفن رو خاموش کنم. چرا دروغ گفتی؟ باید چی میگفتم؟ میگفتم که فریده تو رو فریب کردم. بهوده انتظار نشو که به آلمان میگریزم. فرخنده این گریختن نیست. همه چیز خاتمه یافته است. تو اکنون برای خودت میروی. آخر چه خیلی اینقدر ناآدمی کنم؟ اون زن سالهای دراز از فرزندش بیخبر زندگی میکرد. از برای ما. از برای تو نه، از برای شوهری احمق و مادری دیوانه‌اش. مایلش فهمیدم. خوب شده است. کمیسرم، آن همین شخص بوده است. با مقامات میرسونم. مایلش سلیم. من رفته خوراک میخورم. با اشتیایتون؟ باید خانم یاسمان آماده گردنبندش رو گیرد. اگر من نباشم با او میدهی. مایلش کمیسرم. برای کار. رحمت. کمیسر؟ خوش آمدید خانم یاسمان. خوش باشه. برای گردنبندم آمدم. در بالای میز بود. بیایید میدیم. بخشش که وقتتون رو گرفتم. هیچ گپ نیست. این خیلی نگویید. انا گردنبندتون. تشکر زیاد آقای امیر. سلامت باشید. برای کار. من رفته خوراک میخورم. مایلش من هم بر اومدنی بودم. مرحمت. چرا این گردنبند به شما قدر و قیمت زیاد دارد؟ از مادرم هست. یعنی خاطر مانده است. میبخشید. خدا رحمتش کنه. مردنشان رو سالهای دراز شد. من در این آشخانه خوراک میخورم. خوراک‌های با لذت میپزم. اگر خوراک نخورده باشید توصیه میدیم. نه تشکر. مایلش نباشد مجبور نمیکنم. اختیارته. خوب قهوه می نوشم. اینطور باشد من مهمونداری میکنم. بفرمایید. tehlikesi devam ediyor. Landgren beraberlik golünü attı. Dakika 10 gol Andreas Landgren. Willem durumu 1-1 yaptı. Amacığım, anne binet babayım. کنی بیدی؟ در حقیقت مثل پدرم است. Kaybı Willem savunmasında این هم مثل پدرم سنگین است. Babayım, sen git Nisan. geçti. جرین؟ آمینه به اینجا بیا. 32 ev sahibi Willem atakta. Andreas Lasnik beraberlik golünü atıyor.
خطا کردم آمینه رو جرین گفتم. پسرم تو چیکار میکنی؟ یاشار خودت رو زیر خطر میگذاری. به این هم رفتاری کلین تماما دیگر شده است. مرا هم بد نگاه میکند. این دختر کدام بلای رو به سرمون آوردن است. خیر ببینیم چی میشود. شکریزیو اگر ممکن باشد یک سوال دهم. مرحمت گپ زنید. چرا پلیس شدید؟ کسب پدرم. پدرتون از پلیس هست؟ بله پلیس. پیش از تهمت کردنشون من کودک بودم که او را به حبس کشیدند. به ننگ و ناموس آمدم. محض برای همین خواستم که پلیس شوم. یعنی از آن شخصانی که این کارو کردند انتقام میگیرید؟ انتقام مثل چرخ فلک می باشد. اگر تو انتقام گیری پس دیگر کس اومده از تو انتقام میگیرد. ما یک درد داریم و دعوای این درد از عدلیه میگذرد. برای همین شخصی که به پدرم ناغاقی کرده است او را یافته به محکمه میکشم. تمام و سلام. دیگر چاره ندارم. اگر با پدری من همچنین شود تا پرونده را نیابم راحت نمیگردم. به خاطر دوست داشتهت گل بگیر بچه خوشروی. سلامت باشید. به خاطر این چشم زیبایش یک دانه گل بگیر. این دختر بسیار زیبا می باشد. انا بید گلهای زیبا دارد. شما خطا فهمیدید. من تو را فهمیدم. تو گلی صد برگ نمیخواهی. میخچه گل میخواهی. بوی خوش میکند. هر گاهی که بوی کشد تو را به خاطر میارد. بگیر آخیر. دور شوید اپا جان. روید از اینجا. غضبناک نشو بچه خوشروی میروم. ببخشید. هیچ گپ نه. عادت کردند. با همه یک گپ رو میگویند. خیلی من میروم. یک باری دیگر تشکر. یاسمان. سلامت باشد کمیسر. یاسمان گوش کن. به پدرت گوی که دیگر سکایش مرا تعقیب نکنند. تیمور تو چی ها میگویی؟ از پدرت پرس خودش میدوند. من احمق نیستم. یک بار دیگر این خیل کار کند به سرش بلا میارم. فهمیدی؟ پدری تو اون شخصان رو فرمان داده بود؟ نمیدونم. خبر ندارم. لیکن پدری من این گونه کارو نمیکنند. من با پدرم باوری دارم. اون کسی این کارو نکردند. اگر دختر من با این حریف واخورد و فکرم که من اون رو از این بدترش میکنم. دیر شد. سلامت باشید. خیر میلش. فریده چی خیل پلو پختی؟ با تو میگویم سوال دادم. عقلاً به درونی آشنا خود میموندی. مرا گوش کن. نمیدونم چی درد داره اما عقلت رو بسرت گیر. این طبق رو حاضر بسرت میزنم. نمیتوانی. فریده فریده بیا فرخنده التماس میکنم.
زودتر شو. خودت رو احتیاط کن جانکم. تو هم زینب جانم برای همه خدمت هایت رحمت. نمیارزد. خیر زینب، خداحافظ. روی سفید. اینجا است دخترم؟ انتظاری کسی هستی انگا؟ بله انتظاری یک کس هستم. کیست؟ فرخنده. فرخنده؟ فرخنده؟ همسر یشر. ایست تو التماس. فرخنده. اکا نمیروم. با این عذاب وجدانم نمیروم. اکا چیکار کنم؟ تو کاری خودت رو کن. فرخنده این کار خاتمه یافته است. این رو فراموش نکن. حیاتی نو رو آغاز میکنی. آغاز کردن نمیتوانم اکا. با فریده وعده داده بودم. اون بیچاره منتظر من است. نمیخواهم دوباره عذاب کشد. باید با اونجا روم. فرخنده به فرودگاه میرویم. ایست گفتم. چی کاری که کنی من میروم با آنجا میروم. اکا اول باید به خونه اونها رفته وعده دادم رو وفا کنم. گناه فریده رو گرفتیم اکا. با این گناه بزرگ با آلمان رفته نمیتوانم. تو با فرخنده چی علاقه داری دخترم؟ پدر تو دیروز من نمیدونستم که چی علاقه ای دارم. وقتی که فهمیدید شما هم مثل من حیران میشوید. علاوه بر این خیلی غمگین میشوید مثل من. فریده بیا دخترم گپ دارم. فریده با تو گفتم بیا گپ دارم. مرحمت در همینجا گپ میزنیم. من یگان کاری مخفی ندارم. کمتر پس همه کارهای مخفی شما را در همینجا همه میفهمیم. فریده چی ها میگه نباید خانم؟ نمیدونم آقای خیریدی. یشر شاید تو میدونی؟ نه نمیدونم پدر. یاسین آمینه خیزید رفتیم ببینیم. خیزید تو بینشین خانم. شین گفتم. آچا جان برای چی جنجال میکنه؟ جنجال نمیکنیم جانکی آرچش. گپ زده ایستادیم. چرا ما هم ایستادیم؟ زیرا این موضوع برای کودکان نیست. شما در اینجا قرار شنید میلش؟ میلش. الو فرخنده در کجایی؟ در نزدی در هستم فریده. برادر انتظار شو. بسیار نمیست. میلش. فرخنده من هم میروم. نه اکا نمیخواهم که یگان حادثه رخ دهد.
شکر که اومدی. بیا زودتر این غم رو خاتمه دهیم. شام بخیر. در اینجا چیکار میکنی؟ با نزدی فریده اومدم. یک دو گپ داشتم. گپم رو گفتم میروم. یگان حادثه ناخوش رخ نداده بر مادر و فرخنده. نه. فرخنده. نباهد خاموش باش. گرزم دختر. من اول از خدا بعد از شما بخشش میخوام. 7 سال پیش بود. حتی از این هم پیشتر بود. فرخنده. من به اجازت شما با یشار یک بار خانه دار شدیم. خواستیم که فرزنددار شویم اما نشد. گمان کردیم که خوشبخت میشویم، نشدیم. همیشه جنجال و دعوا میکردیم. به هر حال میخواستم که فرزنددار شوم. از خانه‌داریمان یک چند سال گذشته بود و ما فکر جداشوی رو کردیم. یشار همه دردش رو به مادرش میفهماند. خانم نباهد فکر میکرد که اگر فرزنددار شویم خوشبخت میشویم. روزی زنگولای درمان صدا داد. خالای نباهد؟ دخترم اول خوش آمدید بگو. مادر؟ آیا گفتم رو اجرا کردی؟ این رو بین یشار. پسرم زیباگی او رو بین. نامش چیست؟ نامش رو جرین میمونیم. کی ها؟ چی گپ است؟ این کودک کیست؟ دخترم این کودک شماست، برای شما آوردم. خودم چی گفته ایستاده است؟ این خودش چی گپ؟ این کودک کیست؟ از آن شرف و فریده. وقتی که فریده دوگانیک تولد کرد مادرم یک تاش را گرفته آورد. چی؟ آیا فریده یک کودک دوگانیکش رو به ما داد؟ بدی کار این که فریده خودش بیخبر است. خدای توبه، شما دیوانه شدید. چرا این کارو میکنید؟ چرا؟ برای خوشبختی شما کردم دخترم. فریده یک پسر دارد. شکر خدا که باز یک دختر دیگر تولد کرد. آیا شما احتیاج به فرزند ندارید مگر؟ پس به فریده چی گفتید؟ با او گفتیم که جرین مرده است. مادر، وقتی گفتید این کار رو میکنم باور نکردم. برای شما شده خودم رو زیر خطر موندم، اما شما بے پروا میباشید. اینها رو بینم. به جایی که تشکر گفته دستم رو بوسه کنم، قریب که من رو لط و کوب میکردم. این وقتی که رو با آغوش گرفتم دیگر از جدا شده نتوانستم. خانم نباهد رفت، لیکن کودک با ما ماند. نبیرم حالا در کجاست؟ یک چند روز پیش وقتی که من با یشار جنجال میکردم از بالای بام رفتی. دخترم رو از دست دادم. نباهد چرا این کار را کردی؟ چرا ها؟ چرا این کار را کردید؟ چرا این کار را کردید؟ چرا؟ ایش پسرم گفت سرده برو پدر سرده. آرام شد. چندین سال است که با دروغ‌های شما زندگی داره. مادر با خود بیا. مادر جان با خود بیا. فریده تمام؟ تمام شد. کارتون تمام شد. فرخنده اکنون میرویم.
سرت را برم شرف سرت را برم احمق سرت را میبرم تمام حیاتم را نابود کردی از برای تو شدم مکتب نخواندم از برای تو شده در سن 16 سالگی از پی کارو بار شدم یک عمر تو ویران کردی من باشم اصلاح کردم تو اصلاح نمیشوی یا شهر من تو را بخشیده نمیتوانم پدر مرا سرده من او را میکشم من او را میکشم شسری همه بلا آوردی نباهد آقای خیری نمیخوام نزد من این کار رو کردم برای خوشبختی فرزندم کودکی نوزاد چی گناه داشت؟ آیا از مادر او پرسیده بودی؟ گپ زن نباهد تو هم در این کار گناهکار هستی فرض کردیم که مادر تو به وجدان است تو به عقل هستی آیا تو از خداوند تعالی نترسیدی؟ آیا از گناه کردن یک ذره نترسیدی؟ از گناه کردن ابلهان وای بر حال شما وای بر حال شما به من گفتن که او مرد گفته بودن که دخترت مرد در حالی که او زنده بود وقتی که اصلی حادثه رو فهمیدم در حقیقت مرده است فریده نیست آقای خردین التجا میکنم یک مرتبه مرا دفشم دخترم چی شد؟ فریده و تو چی شد؟ خدا نگه دارد دخترم آدمی هست باز بیهوش نشوی فریده دخترم آب خدای مقبوله یک پیله آب دید شکر خدا که به گپ در آمدی حاضر آب میارم گیر دخترم من میتوانم امشب در همینجا بمانم البته دخترم ایست چند شبی که خواهی ایست مثل خانه خودت باید انگام رو یابم من هم میروم الو خاله مقبوله فهمیدم در آنجا می ایستد فهمو مایلش خاله جون شبتون خوش با خانه خانم مقبوله رفته است مالش من او رو میارم ایستا پسرم او رو نیار شرف کلین امانت می باشد
ما باشیم این امانت را صاحبی کرده نتوانستیم. من دیگر شرم میکنم که روی او را ببینم. اقلا امشب او را نیار. امشب در آنجا ایستاد. خدایا من چیکار میکنم؟ هوا هم بسیار خنک. امیر درو کشو. من در یک کنج خانه خواب میکنم، پدرت نمیبیند. شرف، من گناهی نداشتم. من فقط پسرم این چیست؟ پسرم آیا تو وجدان نداری مگر؟ من در بیرون چیکار میکنم؟ در ماشین خواب روم. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر. کنی دستورویت را شسته به سری دسترخوان بیا، نانشته تیار میکنم. فریده دخترم، شب در خانه شما چی گپ شد؟ وقتی که تو رو شب در کوچه دیده بودم چشمانت پوری اشک بود. خاله مقبوله دخترم مرده است. چی؟ آمینه؟ دوگانه کی آمینه؟ جیرین؟ دخترم آیا دوگانی که آمینه در وقت تولد شدن نمرده بود؟
یاسین بیبی زنگولای در رو زیر کن. درو پسرم. بینید کی آمده است. بچه ها دخترم خدا نگه دارد. من میبینم. یانگا خوش آمدی. یانگا جان چی حال داری؟ رحمت امیر. فریده خوب هستی؟ بیا پدرم رو بین. تمام شب خواب نکرده است. حالا در اتاقش است. جو نکنی من. فریده بیا یه چیز بخور. با من بیایید جو نکنی اوچه. بچه ها به شما گفته بودم که یک روز نه یک روز از اینجا می رویم. بله. همون روز اومد. می رویم مگر؟ بله پسرم می رویم. با کجا؟ نمیدونم. یگونجا می یابیم. می رویم بچه ها. من دیگر در این خانه طاقت ندارم. فریده بخیر است دخترم. با کجا می روی؟ پدر عذر می خواهم. حقتان رو حلال کنید. شرف تو همراهی ما می روی.